بسم الله الرحمن الرحیم. سلام دوستان نوجوان، فرزانه هستم و امروز با برنامه پرواز اندیشه با شما خواهم بود. آیا می‌دانید کرگدن‌ها می‌توانند زودتر از انسان‌ها بدوند؟ می‌دانید هیچ پنگوانی در قطب شمال وجود ندارد؟ می‌دانید که 98% وزن آب را اکسیژن تشکیل داده است؟ شما می‌دانید که یک اسب در یک سال 7 برابر وزن خود غذا می‌خورد؟ آیا می‌دانید 1 لیتر سرکه در زمستان سنگین‌تر از تابستان است؟ می‌دانید خوردن 1 دانه سیب پگاهی بیشتر از قهوه باعث دور شدن خواب آلودگی می‌شود؟ می‌دانید خاییدن سقیچ هنگام ریزه کردن پیاز مانع اشک‌ریزی شما می‌شود؟ می‌دانستید کارمندان پشت در انگلیا مشکل عجیبی دارند، وجود حلزون‌های عاشق شیرش کنورت نامه. آنها میگویند که هر بار حدود 20 تا 30 حلزون در هر صندوق پشت پیدا میکنند. آنها مابین نامه ها میروند و نامه ها را لغزنده و چسبنده میکنند. آیا انسان میتواند یک تونل در میان زمین بکند؟ نه، این اتفاق نشدنی است. اگر شما شروع به کندن زمین کنید به صخره‌های سخت میرسید و یا به زودی به آبی خواهید رسید که تونل کنده‌تان را پر خواهد کرد. دوستان عزیزم، برنامه امروزمون هم به پایان رسید. تا یک برنامه جذاب دیگر، خدا نگهدار.